دیروز که در اونجا می ایستادی و گپی مرا میشنیدی، من با اونها گفتم که کی را دوست میدارم. این پسری به اخلاق را گرفته از این خانه دفع شد. خلیج سواش بیایید بیرم. جانان دخترم. با من دخترم نگویید. شما میدونید با دخترتون چی کار کردید. جانان دخترم بیا صحبت کنیم. صحبت کنیم؟ کارها همه شده گذشتن، بعد صحبت کنیم. پیش از این باید صحبت میکردید پدر. بگویید که من کیم؟ انسانم یا اشیا؟ از من نپرسیده، دلم رو نپرسیده چی طور آنها رو به خانه دعوت میکنید؟ آیا مرا همین طور قدر میکنید؟ مرا همین طور از خانه گسیل میکنید؟ پدر با وجدان شما چی شد؟ ها؟ دخترم التماس این رو با من روا دیدید پدر. در این دنیا که با آن آدم اینقدر نفرت داره، مرا دخترتون رو باز با آن آدم سودا میکنید. بگویید که وای به شرف با شما چی وعده کرد؟ بر عوض من شما از اونها چی میگیرید؟ جانان دخترم بسیار چیزها هست که نمیدانی. دانستن نمیخواهم پدر. فهمیدید؟ نمیخواهم پدر. شما در بابت من چی داد و گرفته دارید من پروایی ندارم. اگر در این دنیا تمام انسان ها بر ضد من متحد شوند هم با آن مرخه و آیله‌دار نخواهم شد. پدر من هم دل دارم پدر، حسیات دارم. آرزوهای مرا بار پرسان نشده، خواهش مرا ندانسته چی طور این کارو کردید پدر؟ چرا گریان شدن دخترتون رو روا دیدید؟ برای چی مرا پایمال میکنید؟ گپ زنید. باوریم نمی آید پدر، باوریم نمی آید. سالهای دراز تو را جستجو کردم خواهرم، برای آنکه تو نوزاد بودی و وفات کردی. پدرت، مادرت و اپا و اکات را نشناخته وفات کردی. سالهای دراز برایت غمگین شدم. حالا شاید باور نکنی، ولی من دائما به تو هوس میکنم. از بس که نام نداشتی، به تو نامی غریب را لایق دیده چنین نامگذاری کردم.
баъдан фаҳмидам ки мо худ ғарибем. на кулфат ва на бахтро дидӣ, на хубӣ ва на бадиро донистӣ. аммо дар иҳотаи мо ҳам бадӣ ва ҳам кулфат аст. дилгир шудам хоҳарам. аз бадӣ ва кулфатҳои атрофам дилгир шудам. جانان دخترم این طور نکن. در رو کشا. روید از اینجا روید. با شما صحبت کردن نمیخواهم. بس از اکنون بس. جانان یک روی نکرده گوش کن. پدر بیرم. халдун ҷон, бин, духтарат суҳбат карда намехоҳад. як равӣ накун, ба ӯ фишор набиёр. бирам. ایپک سرده. تو هم سر نکن. ман чӣ гуфтам? ман танҳо хубии шуморо фикр мекунам. بسیار خوبی نگو. بهترش دخالت نکن. зури шумо фақат ба ман мерасад. хислатҳои бади шумо ба дилам зад. لا حول ولا قوة. برخست. این چه حال است؟ ها؟ ما شخصانی هستیم که به آسانی مغلوب شویم. چشمت را کشا و خود بیا. تو سوش دهن هستی. پسری من کلیچ دهن. فهمیدی؟ تو پسری منی. یک دختری بی ادب شرمندگی کرد. تو باشی تن میدهی. مرا گوش کن. حالا خود را به ترتیب آورده و جندن انشاءات میروی. و کرسی مدیری کل میشینی. آن دختری بی ادب را جزا میدهی. فهمیدی؟ گوش کن پسرم. شیطان از طرف چپ به انسان نزدیک می شود. فهمیدی؟ مرد باشد بزن از طرف راست نزدیک می شود. تو هم از طرف راست نزدیکی می کنی. از طرف راست. اول عقلش را بعداً دلش را به خود رام می کنی. فهمیدم پدر. به هیجان نه. سراسیمه من نشو. با صبر باش. مرا فهمیدی پسرم؟ یگان زن تا آخر به مرد به اهمیتی نمی کند. یگان زن. تو باید هوشیار باشی تا که به تو اهمیت دهند. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. сабаш. خب کنید مادر. خب. روید. یک رав. Ayaz. چرا از من دور میشوی ایاز؟ برای چی مرا گوش نمیکنی؟ آیا سببگاری این همه منم؟ در کجایی ایاز؟ آنها در جای دیگرند خواهرم. آنها مثل من و تو نیستند. مثل ما نیستند. فکر کردم که ما در یک مرتبه ایم، برابریم. اینچنین احمقانه حسیاتم را بیان نمودم. اما یک روز نتیجه اش را دیدم. زود به من جایم را نشان دادند. گفتند که تو از ما نیستی. بیرحمانه ظالمانه رفتار کرده. تو کیستی گفتند. با کی باور کرده میوی؟ بر زمین با انگشترینی ارزانی که از مادرت یادگاری مانده است گفتند. تو به چی طالب شدن میخوری؟ اینجا سوش پسری کلیش دهن است که با یک اشاره انگشت کوه را یکسان میکند. اما تو باشی با او خود را برابر میکنی گفتند. چطور این دختر را به خود عاشق کرده میتوانی؟ همین خیلی گفتند. همش در پیش چشمانم عملی شد خواهرم. یتیمی، کمبغلی، بیچارگی و تنهاییم را مثل شمشیر به قفس سینه ام زدم. ای خواهرم، خواهرکی زیبایم، تو با صورت فرشته از این دنیا رفتی. من درک کردم که سالها نه از بدبختی تو بلکه از بدبختی خودم گریه کردم. برای همین به تو هوس میکنم. کاش که در جای تو من میشدم. کاش که شده میتوانستم. چرا مرا نادرست میفهمی ایاز؟
فکر میکنی که من با تو دروغ گفتم؟ تو برای همون بچه بیعقل پدرت رو رنجاندی. کاری تو نباشد. تو در اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو در اینجا چی کار داری؟ بیادب. اما نه، البته حق هستی. جای تو اینجاست. پهلوی اون بینوا. چی خیلی که میگوین کورپات رو نگاه کرده پا درست کن. هر دو بینوا به همون نصیبه. تو چرا اینقدر سفسطه میخونی؟ چی شد؟ به تو سخت رسید؟ همین خلکی باشد با پسر قلیج دهنی آبرومند خونه داشتن. هر چند سزاوار نیستی. آنها با این قدر احترام به خودکاری تو آمدن. تو باشی کورنمکی کردی، هم نسبتی آنها و هم نسبتی پدرت که برای تو جانش را میدهد. اگر با گناه تو قلیج دهن پدرت را از شرکت رانند، در کوچه ها سرسام کنند، پدرت مفلس شود، آنگاه همون بچه یتیمی بینوا نجات میدهد. ها بیعقلی نکن جانان. ولی تو هم مثل مادرت ابلهی. اصلا نامی مادرم را به این دهانی افلاست نگیر. از اینجا دفع شو. خدا جزایتون رو دهد. تو برای کی کار میکنی؟ آیا از قفای من نیرنگ میکنی؟ به اعضای کمیسه تندر تهدید کردن. برای چی از این من خبر ندارم؟ برای چی به من نگفتی؟ من هم خبر نداشتم جناب. شنیده حیران شدم. ظفر دیدی؟ شنیده حیران شده است. به من نگاه کن. ما برای چی تو را اینجا تعیین کردیم؟ برای چی تعیین کردیم؟ برای چی به نزد چیکلک یم آوردیم؟ برای خبردار کردن همین تر نیست؟ تو چی کار میکنی؟ کاتبی این حجت ها را میکنی؟ اینجا بایگانی تشکیل میکنی؟ تمام منبع ها رو سفربر کردم جناب. در مدت کوتاه به شما گزارش میدهیم. گزارش میداده است. گوش کن. باز گزارش و حجت را بهانه نکن. اگر اینجا یگان خبر آید اول مرا خبردار میکنی. مرا فهمیدی؟ خبری دیر آمده به ماهی بوی کرده مانند است. برای آدم زهرناک است. زهرناک. حق است جناب. گوش کن. دفعه دیگر نمیبخشم. من بعد نمیخواهم که خطا کنی، وگرنه نابود خواهم کرد. نابود. فهمم جناب. عقلت را به کار درآر. یگیت را زود تعقیب کن. باوری دارم که چه نیرنگی دارد. برای همین خبری مهم را به ما نگفته است. آیا ما ناحقیم ظفر؟ نمیدونم جناب. او باید این کارا نمیکرد. گوش کن. زیر نظارت میگیری. اگر سلفه کند ما باید خبردار شویم. همه چیز را به من میگویی، به من خبر میدی. فهمیدی؟ خوب شده جناب. اکنون برو. این باری آخر است که تنها میآیم. حتما بیازد رو پیدا میکنم. با تو وعده میدیم که در زیارت من بعد هم بیازد هم میآید. و اکا اگر او هم زنده باشد او را نیز پیدا میکنم. باور کن خواهرم، همه یک جای به نزد تو میآییم. این جای را به باغ گل تبدیل میدهیم. به تو وعده میدیم. اما به وعدهش وفا نکرد. ایمیل اکاهایش، مادرش و اپاهایش را بهوده انتظار شد. تیر ماه شد، خزان ریز شد، درختها اوریان شدند. بعداً در کوهها برفها باریدند. هوا خنک شد، جویبارها یخ کردند، چشمه ها یخ بستند و اشک چشمان ایمیل هم یخ کردند. من بعد آن برفها آب نمی شوند، آفتاب نور نمی پاشد، رفته ها بر نمی گردند. اشک چشمان ایمیل مثل پاره های یخ می ریختند. او به ایست گریه می کرد و گریه می کرد. نه در همین جاییست. این حکایه رو این تا به آخر نرسان. ولی معلمه در اینجا میخیل نوشته شده است. مایلش بگذار، اما ما خودمون آخر حکایه رو می نویسیم. همین خیل کنیم بچه ها، آخر حکایه رو از نو نویسیم. بله نویسیم.
ایمیل دویمو گریه نکند اویلاش رو پیدا کند. بله. برف دویمو میبرید. برابر آمدن زمستان جویبارها یخ میکردند. هوا خنک میشد. همه خنک میخورد، اما در آخر باشد همیشه آفتاب میبرآمد. هوا گرم میشد. همه لباسی رنگارنگ میپوشید. پرنده ها نغمه سرایی میکردند. همه جا گرم و باز رنگارنگ میشد. نهایت در این روز آیلش را پیدا میکند. اول برادرانش میآیند. بعدن از بین درختها پدر و مادرش نمودار میشوند. با اشک خرسندی به طرف آنها دوان شد. آنها را به آغوش گرفت. چنان خرسند بود که به مانند پرنده ها نغمه سرایی میکرد. سرپی؟ با تو چی شد جانم؟ حکایه با تو سخت تاثیر کرد؟ برای همین گریه میکنی؟ نه معلمه، مکتبمون رو محکم میکنن، برای همین گریه میکنم. مکتبمون رو محکم نکنن التماس. چی؟ تو در اینجا خورده می نشینی و اون به نوا جانان رو به خودش عاشق کرده است. به طور خود شرکت را صاحب می شود. بس است مادر. وقتی که من گپ میزنم گپ نگردان. تو چی گفتن میخوری؟ اون شرکت حق توست. بعد پدرت اون شرکت به تو میماند. ولی اگر تو همین خل دهانت رو کشاده گردی از همه چیز به نصیب میمونی. مرا خوب گوش کن. اون ایازی مکار شرکت رو از دست تو میگیرد. کمی عقلت رو کار فرما وگرنه شرکت رو از دست میدهی. مالش صاحب میشم مادر پولم تمام شد. با من کمی پول میدید؟ چی؟ دیروز با تو پول دادم که اون رو چیکار کردی؟ اوف مادر جان. چی مادر جان؟ اون قدر پول رو به قمار صرف کردی؟ طریق به چشمونم نگاه کن. تو در حقیقت قمار بازی میکنی. ای تو قمار بازی میکنی. چه خیلی قمار بازی؟ دمت را گیر. دروغ نگو. با مادر دروغ نمیگویم. ای خدا، باز به سری من چی بلاها میآینده. این پسری بی عقل من قمار بازی میکند و یک بینوا از کجای پیدا شده شرکت رو از دستش میگیره. اوه پسرم، تو اینقدر نوده برای فهمو دادنی نباشه ندید. بیهوده قمار را بهانه نکنید. من به این گپای شما تاب نمیارم. میروم. میلش نرم. با تو پول میدهم. انتظار شم. اما گوش کن، در هر کجا آوارگی نکرده راست به شرکت میروی. فهمو مادر دید آخر. میلش؟ فهمو به شرکت میروم دید. مادر جانی من خیر من رفتم. بیا. جناب دیرکتور اجازه دهید یک چیز پرسم؟ مرحمت گوش میکنم. کمی پیشتر یک طلبه اومده مکتب محکم میشود گفته گریه کرد. این درست است؟ افسوس که همین خیل. چه خیل؟ چطور مکتب محکم میشود؟ صاحب مکتب همین خیل قرار برآورده است. منفیت ندیده است. نفهمیدم. چه انتظار بوده است؟ نمیدونم. با او مفصل صحبت نکردم. به فکرم ساحه کارش رو عوض میکنه. استاد در این مکتب چقدر طلبگان هستند. بر ضمن این کم بی‌ضاعتن. آنها چیکار میکنند و دیگر مکتب نیست به اونجا روند. افسوس یگان کار کردن نمیتوانم. من هم به مانند شما غمگینم. یعنی این کار تا اینجاست. مکتب بسته میشود و ما برای خود کار میکنیم. دیگر راه نیست. مرا جیغ زده جناب. تمام مدیران و نماینده ها را در تالار مجلس جمع کن. امروز با آنها شناس میشوم. اما حالا جناب خلدون نآمدند. خودشون به شما سپارند بهتر نیست؟ لازم نیست. تو خودت میسپاری. اما جناب تو خوب نمیشنوی ها؟ یا گوشهایت کر است؟ بار دیگر سخنم را دو نمیکنی. پس از 15 دقیقه به تالار مجلس میآیم. همه تیار شوند. خوب جناب. اکنون رو. مادرم این بعد برای به بیرون برآمدن اجازت نمیدهند. اگر مکتبمون محکم شود معلممون به یاد میروند. بعد ما چی کار میکنیم؟
بچه ها برای چی این خیل شدن؟ اگر مکتب محکم شود کی به ما خواندن و نوشتن رو یاد میدهد؟ لبایزگی معلم گریه میکنه؟ ما نه گریه نمیکنم. گریه میکنه. اووزتون گریه میکند. مکتب محکم میشود؟ نه جانم، تو فکر این چیزها رو کرده خودت رو غمگین نساز. جنابان، این کس مدیر کلی نوی شرکتمان سوش دهند. حالا خودشان ایضاح میدهند. سلام. از امروز سر کرده همراه کار میکنیم. برای در جای اول نگاه داشتن شرکتمان نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور هم کوشش میکنیم. با تمام وجودمان برای شرکتمان کار میکنیم. فهمیده؟ لیکن از شما یک خواهش دارم. چی گپ است؟ مدیر کلی نو. از شما همین را خواهش میکنم که نه 7 بر 24 بلکه 7 بر 48 کار میکنیم. مجلس باشد مجلس، واخوری باشد واخوری، یا اینکه یگان چیزی دیگر در وقتش حاضر شوید. بیشین. حالا سخنم به آخر نرسیده است. هر شرکت ترتیب و انتظام دارد جنابان. هر کس جای خود و کار خود را باید بداند. باید همین طور شود وگرنه زیر دستان به بالای سر میبرایند. از همین دقیقه شروع کرده خویش و تبربازی به آخر میرسد. همه باید جای و کارش را بداند. مجلس به آخر رسید. ایاز شنگو تو ایست. وظیفه چیست؟ مسئول لایحه ها و کوردیناتوری تندر. کدام تندر؟ تندری راهی ماشین. شرکت را کی نمایندگی میکند؟ من. تو؟ این طور باشد کار پگاه دشوار است. شخصی که از دشواری میگریزد آینده‌اش را دیده نمیتواند. گزارشی تندر را آماده کن. همین روز. آماده میکنم. یگان وقت. سفسطه میگویی. غضبت رو با دقت گرفته کارو از دست داده ایستاده. کلیج دهان تو رو نظارت میکند. خطا کردنت رو انتظار است. یک روی نکن. بگذار تا که آدمی او صاحب تندر شود. نمیشود. قاتل پدر و مادرم رو مکافاتونم. این رو با من تکلیف میکنی گل؟ دویم یک چیز رو تکرار میکنی. قاتل پدری تو و قاتل اکای من این رو فرصت دانسته تو رو دستگیر میکند. من از این میترسم. میفهمی؟ هیچگاه از این کار دست نمیکشم. کی رو تعقیب کردنم رو نیز میدانم. ایاز شنگل. همه چیز رو او به نقشه گرفته است. لیکن او نیز تنها نیست و در قفایش کسی هست. او رو نیز پیدا میکنم. تا آخر این کار رو نظارت خواهم کرد. هیچگاه به من مانع نشو. هیچگاه. همین جایست و از من دستور انتظار شو. این قدر یک رو است. گردن شاه. جناب ایاز در کجاست؟ نمیدانم خانم. سحر باز او را ندیدم. باره هم زنگ نزد؟ نه زنگ نزد. با او زنگ زدم ولی دست نورست بود. برای کار میخواهم. لابای
جناب خانم جانان شما را پرسیدند. تو چی گفتی؟ چی خیلی که فرمودید؟ او را ندیدم گفتم. آفرین. باز یگان گپ است؟ نه جناب، یگان چیز شود زنگ میزنم. فهمو. از من نرنج جانان. امیدوارم که مرا میفهمی. Аязи Акрам, дар куҷоӣ? Пайдо шав. جانان باید صحبت کنیم. Ман суҳбат кардан намехоҳам. اما من میخواهم. Оиди чӣ суҳбат мекунем? Оиди кор? ҳамчун мудири кул гап мезанем? نه اویدی هر دویمان صحبت میکنیم. Оиди мо ягон мавзӯе нест ки суҳбат кунем. Барори кор. سوش گفتم زیبایک سوش. تو هم این را در روزهای نزدیک میفهمی. چی شد؟ با خسوری آیندت سلام هم نمیگویی؟ دشوار شود آسان نشود. آفرین. Аяз, хоҳиш мекунам ки маро тарк накун. الو. جناب ایاز، یک خانم زنگ میزند. میگوید که بسیار مهم و فوری است. پیوست کن. خوب شده است. حاضر. الو. نه خانم جانان، تا حال دست نرسند. نآمدند. فهمو. از دروغگویی زبانم ورم کرد. آوازت را شناختم. تو آن زنی هستی که حمایه نجات را عرض کرده بودی. تا حال نامت را نمیگویی؟ نه، این رو نپرس. اما امروز باید بخوریم. معلومات خیلی مهم دارم. در کنج کیچغرین شیرین خانه است. در آنجا وا میخوریم. دیر نکن. خیر. این زن کی باشد؟ Аяз, исто! Аяз? Аяз, дар куҷо будӣ? Аз саҳар боз туро ҷустуҷӯ мекунам. من کار دارم باید روم. мо бояд суҳбат кунем. чӣ шуд намедонӣ? шабона ба назди дарат омада чанд соат тавалло кардам. фикр кардам ки ту дар хонаи аммо набудӣ. саҳар ҳам омадам набудӣ. аяз, девонавор туро ҷустуҷӯ мекунам то ки ҳамаашро нақл кунам. هر چی که بود گذشت. دیگر چیزی دانستن نمیخواهم. аяз, дарунам месӯзад. ба худо қасам ман ягон гуноҳе надорам. من کسی را گناهکار نکردم. کار دارم باید روم. дилтанг шудам аяз. ист маро гӯш кун. нарав. маро гӯш кун. ту аҳмақ мебошӣ, аҳмақ.
اینقدر غمگین نشو. تو در این حجره من چیکار میکنی؟ برای صحبت آمدم. برای صحبت؟ من با تو یگان گپی گفتنی ندارم. با برون برو. گوش کن. صحبت نکرده به هیچ کجا نمیروم. از کارهای شده من هم به مثل تو غمگینم. احوال من از تو ذره فرق ندارد. واه واه، تو هم بدبخت شده ای. فهما، غضبناک هستی. میخواهی مرا رنج دهی. داد زن، دشنام کن. چیزی که میخواهی بکن. حتی تلفن را آورده بر سرم برداشته زن. یگان چیز نمیگویم. برای آنکه تو حق هستی جانان. حق هستم؟ حق بودن چی رو عوض میکند؟ یگان چیز رو بهوده کوشش نکن. من سخن آخرینم رو در اول گفتم و دیگر گپ ندارم. حالا باشد با ادبانه از این حجره برو، وگرنه این خانه رو به سر چپه میکنم. جانان گوش کن. سالهای پیش من بسیار کارهای ناخوش کردم. کودک بودم اما تو رو دیوانه‌وار دوست می‌داشتم. چون که کودکی تنها بودم. در اطرافم کسی نبود. یگان شخصی نبود که به من راه نشان دهد. من پدری دارم که به افسرانش شغل امر دهد و من هم همین طور امر میدهد. یگانه و تنها بودم. یتیم بودم ولی پدر و مادر داشتم. لیکن اصلاح شدم. قسم میخورم که اصلاح شدم. من بعد آن سبشی کهنه نیست. دیروز هنگامی به خانه شما آمدن فکر میکردم که پدرم با پدرت آید ما مصلحت کردند. گمان داشتم که تو از همش خبر داری. این همه چیز امری پدرم بودنش را نمیدانستم. فکر میکردم تو هم راضی میشوی. اما وقتی که ما را سرد پیشواز گرفتی ناگهان سوشی بدی در درون داشتم بیدار شد. بعداً تمام شب هر دقیقه و ثانیه فکر کرده دیدم که ما هر دو را به احوال ناگوار دوچار کردم. هر دوی ما رو؟ حالتی ناگوار؟ ما هر دو را در یک جمله استفاده نکن التماس. اکنون به بیرون برو. نه، باید استفاده برم برای آنکه تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم که تو هم همین طور دوست داری. اما من تو را دوست نمی‌دارم. تولا کنم که به بیرون بروی؟ مایلش. امید میکنم که یک روز این فکرت عوض می‌شود. فهمو، بسیار خوب. این طور باشد تا اون روز اوید این موضوع صحبت نمی‌کنیم. اکنون برو. چی فکر داری؟ باور کرده باشد؟ به فکری من باور کرد. اگر کار نباشد البته به سخنهای من اهمیت میدهد و شیطان باشد این کلمه را در یک روز 40 مرتبه به گوشش تکرار میکند. بین به کاری شیطانی دست زدن. آخر یگان کارمان به شیطان اجرا نمیشود. تو پسری کلیش دهن میباشی. فراموش نکن. مرحمت. با من چای بیارید. خوب شد است تازه. بیهوده کوشش نکن. باور کن ندانستنت از دانستنت بهتر است. بسیار چیز را دانستن به سلامتی ضرر دارد از شنگول. خیر مایلش. مسئله چیست؟ چرا جیغ زدی؟ تندری پایگاه رو فراموش میکنی. چی؟ کی بودنت رو نمیدونم اما دیوانه بودنت نیق. چرا فراموش میکردم؟ خیر قرار 5 اعضای کمیته مهم نیست؟ درست مهم است. چی شده است؟ دختری او را دزدیدند. چی؟
کیو؟ با فکری تو کی باشد؟ غیر از قادری پرنده دیگر کی هم میشود؟ فهمیدم. اما این رو چرا به من گفتی؟ تا حال نگفتی که کیستی؟ چرا دائما به من کمک میکنی؟ برای چی؟ چی مقصد داری؟ مقصدم به تو دخل ندارد. در اصل من به تو یاری نمیدهم، به شخص دیگر یاری میدهم. با کی؟ این زن کیست؟ باید معاین کنم. سوالهای زیاد دادی. اگر من در جای تو می بودم کی یا چی گفته سوال برو نمی کردم و زود رفته آن دختر را نجات می دادم. اگر خطا نفهمیده باشم جای آن دخترک را می دانی. حساب رو پرداخت کن. بقیه‌اش رو خیر کن. حساب رو بیارید. حاضر. بقیه‌اش لازم نیست. تشکر. به خانه ما مهمان آوردی. او مهمان نیست کلای قیمت، معلمه من خانم بی است. همین خیر. مرحمت، خوش آمدید. بروید. تشکر زیاد. دید گذارید. خانم نورته، دخترتان مهمانی آورده است. گفتم که او مهمان نیست. فهمو من خطا گفتم. با معلمه اش آمده است. خوش آمدید جانم. تشکر. مرحمت بشید. خدا خواهد به زودی شفا می‌یابید. خدا خواهد خواهرم. خدا بزرگ است. صحت میشوید مادر، باید صحت شوید. وگرنه من چیکار میکنم؟ با مانند پدرم مرا ترک کنید، من چیکار میکنم؟ احوالم چی میشود؟ مادر التماس نمیرید، شما هم نمیرید.
این خیلی نگو ازگی. مادرت صحت می شود. من در برات هستم. فراموش کردی؟ فراموش نکردم. خدا از شما راضی باشد معلمه. اگر شما نمی بودید من چی کار میکردم؟ با شرافت شما ازگی به مکتب رفته توانست بسیار چی رو یاد گرفت. همه پاش شدید و هم معلمش. اگر شما باشید من خاطرجم از این دنیا میروم. ای بس کنید. دختر و مادر میخواید که من گریه کنم؟ حالا بسیار کار داریم که اجرا نکرده ایم. با خواست خدا شما شفا مییابید. دخترتان حالا به دانشگاه داخل میشود، دیپلم میگیرد. هم ختم دانشگاه و هم توی عروسی دخترتان رو میبینید. خدا خواهد. خدا خواهد. خدا بزرگ است. بله، خدا بزرگ است. سرپیل، مرا با راهبر پیوست کن. زود. با جنابی هلدون. پیوست کن دخترم. جنابی هلدون، خبرها خوب نیستند. آن اعضای پنجمی کمیسیه بود که بله رجب درمز دختری او را دزدیدند. چی؟ کی دختر را دزدیده است؟ البته قادر. مقصدش به تندر تاثیر رساندن. تاثیر رساندن یک طرف، ایاز او الکی کار را از خود کرده است. ما محو میشویم. خاطر نشوید. جای آن دخترک را میدانم. حتما نجات میدهد. قادر باشد بهوده کوشش کردن میگیرد. ایاز باز یگان کاری ناخوش نکنی. حیاتت را زیر خطر نگذار. هیچ چیز نمیشود. خاطر نشوید. جناب یگید. لبای. معلومات آید گفتگوی تلفنی رجب دورمز آماده است. رجب دورمز؟ بله. وی عضو کمیسیه تندر ها می باشد. گفتگوی تلفنیش گوش کرده شد. معلوماتش در اینجا. نسخش در دست خانم گل است. گل خودمون؟ بله جناب. برای ما هم خوب شد. برای اون که تجهیزات های گرفته‌مان را با رجب دورمز سنجیدیم. نتیجه ها بینهایت خوبند. اگر تلفن خاموش باشد هم گوش کرده می شود. بسیار خوب ملش. تو چی کارها میکنی؟ چی شد؟ منایی تو بگو که چی شد. اوف. شما باز عصبی شده اید. گبر با دیگر سو نبر. تو اینها رو خواهش کرده ای. چی گپ است گل؟ چی گپ است؟ یگان چیز نشده؟ تو نادرست فهمیده ای. من این رو خواهش نکردم. نه با تو معلومات خطا دادم. تو با من مسخره بازی میکنی؟ اینها چی کار میکنن؟ ها؟ یا اینکه کارهای عشقی است؟ شما هر دو دل داده اید. زود با من کمی معلومات دهید. فهمیدید؟ یک طرف. چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ تو بودی، من چیکار نفهمیدم. با او تو واخوردی ها؟ تو و او یک جا بودید. این رشک فرهادی دارد. رشک میکند. انا همین آدم ها؟ من ساده بودم. فکری تو خطاست. باور کن خطا میفهمی. چی را خطا میفهمم؟ همه‌اش روز بر این روشن است. من از طرف شخصی نزدیکم فریب خوردم. تو چطور توانستی خیانت کنی گل؟ خیر بس است داد نزن. خطا کردم قبول میکنم. اما این معنای آن را ندارد که من به تو خیانت کردم. اوه این دختر بی ناموس بوده است. راهگرد یا شوید. گوش کن، من سرم را گذاشتم. اگر کسی بر ضد من براید جانش را میگیرم. فهمیدی؟ اگر تو باشی فرق ندارد گل. من همش رو به خاطری تو کردم. تو نمیفهمی. من در فکر حیاتی تو هستم. میترسم که تو ضرر نبینی. چونکه من تو رو خیلی شخصی مهم میشمارم. تو به من از اکم یگانه نشانه ای.
من به تو خیانت نکردم. خواستم تو رو از خودت حمایت کنم. خدایا اینها کجا رفتن اکنون؟ تا حال نمیفهمی. اگر قادری پرنده تندر رو صاحب شود، کلیچ از تو گمان بر می شود. این رو بدون. اگر این تندر رو به کلیچ دهند، این رو با منفعت هلدون حل کرده در راه رسیدن به هدفهای خود کاری بزرگی می کند و هر کسی مانع شده را نابود می کند و یکم تو رو نیست می کند. انا برای همین دزدیده شدنی دختری رجب درمز رو من با ایاز گفتم. مکان آن دخترک رو نیز گفتم. خدا لعنتت کند. دشنام نداده مرا گوش کن. اینقدر گوش کردم کفایه است. سراغه را بگو. سراغه را بگو. آخر فرهاد التماس. سراغه را بگو. زود. هر چی که بود گذشت. دیگر چیزی دانستن نمیخواهم. آیت درونم میسوزد. با خدا قسم من یگان گناهی ندارم. من کسی را گناهکار نکردم. کار دارم باید روم. دلتنگ شدم آیت. نیست مرا گوش کن. آیاز شنگل با گولا تندری پگاهی نه از آن تو. تا دمی که دختری رجب درمز در دست ماست، تندری او نیز از آن ماست. خاطر جمع باش. نمیدانم جناب. فکر میکنم که تا یک مقدار مسافه را طی میکنیم، اما در آخر با معما دچار میشویم. همینطور حس میکنم. تنجی از قادر
یا اینکه به تو بریم بی ایمان از آسمان خبر آمد؟ نه، اینطور نیست. ما هلدون را جدی نگرفتیم. از قشلاق گفتیم. مکتب نخواند از گفته پس زدیم. اما او بسیار با غیرت و ناترس بوده است. خودتان میبینید. این گپا رو به یک سو گذار. او از قشلاق است. عقل ندارد. دغل زاچه است. تنها زاچه است. او را بازی می‌داراند. معمای اصلی دستی که با او یاری می‌دهد. قلیچ دهن. انا این را بدان. در اصل باید با او مشغول شوی. هلدون هیچ است. اگر قلیچ دست کشد او به پا ایستادن نمیتواند. سلام جنابی قادر. از اینجا میگذشتم و خواستم خانم نسترین رو خبر گیرم. در بالا خانم گرامی باز دیوانه شده است. دختری عجایب. خیر ما از به کار ما میشویم. تا دمی که دختری رجب درمز در دستی ما تندی را از آن ما بدان. تیاریت را ببین و نقشه هایت را کش. چی خیلی که شما خواهید. حالا که دخترم به مطبوعات مفضوع شده است زود پیدا کنید. جنابی هلدون نام شخصی آمده است جناب. مدیر جندل انشاءات بوده است. میگوید که این بسیار مهم است. با مسئله مهم او چیکار دارم؟ او برای خاطر تندر خود را شیرین میکند. رفته او را بیرون. به اینم کاری من بسیار است. رو. اما جناب این به دخترتان ارتباط داشته است. چی؟ زود بگو که اینجا بیاید. رو. مرحمت. سلام علیکم. من هلدون. میدانم. زود گپ زنید. مسئله چی؟ ما میدانیم که دخترتون را که دزدیده است جناب. چی؟ تو خود کیستی؟ اصلا خودت کیستی؟ از بس که مرا دزدیدی میدانی که من کیستم. مگر تو ایاز نیستی؟ چی شد؟ پسندت نآمد؟ آتش دلت رو خاموش کرد؟ من برای این نام جانم رو میدهم. این نامی دادرم است. تو از کجا هم میدانی؟ از آن که نامت ایاز است و تو دست برداشته نمیتوانم بچه بیعقل. 2 بار شد که پیش رو هم میبرایی و من مانع میشدی. دفعه یکم صبر کردم ولی این دفعه صبر نمیکنم ایاز. دمت را گیر. من نمیدانم که تو کیستی ولی آدمی کی بودنت معلوم. تو برای قادر کار میکنی. من آدمی هیچ کس نیستم ولی همه آدمی ما هستند. ما گفتم تشکیلات رو در نظر داری. ها؟ ای یا اینکه مافیا هستی؟ خودت را خسته نکن. ما همه چیزیم. در همه جاییم. در تندر هم با اعضای کمیته تو تهدید کردی. تو چی اینقدر بسیار گپ میزنی؟ اگر در جای تو میشدم کمی گرم میشدم. تو تمام شب همین جایی جوان. پگاه یعنی تو آخری تندر. من پرنده هم بگو. یکی از بلبلانی باغی قادر. همینطور نه؟ تو چی ها نگویی؟ دخترتان را نجات میدهیم. باور کنید. حالا بهترین آدمی من برای نجات او حیاتش را زیر خطر گذاشته است. ولی من به شما چیزی دیگر میگویم. گویید. هر چی خواهید گپ زنید. تنها دخترم را نجات دهید بس. چیزی که خواهید اجرا میکنم. نه. شما مرا نادرست فهمیدید. من از شما چیزی نمیخواهم.
خصوصا درباره تندر یگان چیز نمیگویم. هر کی را مناسب دانید همان را انتخاب کنید. اگر ما سزاوار نباشیم به ما اهمیت ندهید. اما برای چی؟ گوش کنید. من هم پدرم. من هم یک دختر دارم. وقتی فهمیدم که دخترتان را دزدیدند، نخست دختر خودم پیش چشمم آمد. اگر با او هم چنین حادثه میشد چی؟ آن طرفش یک تندری دولتی بوده است. برای یک تندر نمی ارزد و حتی گنج قارون هم باشد ارزنده نیست. من فکر کردم که چرا این خیل شد؟ ما چی کار میکنیم؟ برای چی قدر ما مبارزه میبریم؟ چرا آدم بودنمون را فراموش میکنیم؟ خلاصه سخت عذاب کشیدم. بگذار دخترتان در آغوشتان باشد و ما در تندر موفق نشویم. پروا ندارم، چون که حیات یک انسان از 1000 تندر بالاتر است. غمگین نشوید. هیچ چیز نگویید. عصبتان را آرام گیرید. با دخترتان چیزی نمی شود. بیا. هاپ. پولهایی که آینده به دست میاریم میشویم. تمامی مشروباتی در اینجا بوده را نوشین. این آرزو عملی نمی شود. سفسطه نگو طریق. موضوع پول را یک طرف گذارو. کارت را فکر کن. کار میگی؟ کار تویی. سواش دهن رئیس کل جندن انشاءات. یعنی من پول زیادی را صاحب شدم. تو کی باشی؟ من تمام عمر راحت کرده خواب میروم دوستم. یعنی به من اینقدر باوری داری ها؟ نه اینقدر نه، از اینم زیادتر. جانان چی؟ او هم به من باور میکرده باشد. او با کسی باور نمیکند احمق. تنها با پدرش باور میکرد. اما شما آمدید و باورش گم شد. انیق کسی را دوست میدارد، مثلا ایاد را. اوه، نام اون بینوا رو به زبان نگیر. تا به من رو خیره نکرده صحبت کنیم. با فکرت جانان او را دوست میدارد؟ بشبه بله، جانان بیچاره ها را دوست میدارد چون که خودش بیچاره است. از کودکیش به ایاز مثل شیرش چسبیده است. خودت نمیدونی که از بختت رو گرداندی جانان. درست، شاید من و تو به هم دیگر پیسن نباشیم، لیکن خواه و نخواه تو دختری هلدون هستی. نخواهم هم مجبورم که بهبودی تو رو فکر کنم. خدایو کم نشوید. تشکر. مسخره بازی رو یک سو گذار، لیکن یک بار دیگر فکر کن. با اویله قلیج دهن کلین شوی زندگیت چه خوب می شود. تصور کن همه درها برایت باز می شود. یک دم خاموش شوید. در خانه خودت خیلی که خواهم گپ بزنم چی شد؟ گپ زنید ولی التماس نامی مرا به زبان نگیرید. بس است، دلم تنگ شد. دلت تنگ شده باشد به حجرت رو بهتر بیا. داو جانی بیان به نوادا. باوری دارم که هر دوتون در قصرها زندگی میکنید. بی عقل. خوش آمدید. خوش باش دخترم. ایاز اومد؟ نه اومد. کمی پیش خبر گرفتم. ای خدا، خیلی هم دیر شد. ای بچه، من به تو چی گفتم؟ چی خیلی یعنی؟ چی شد پدر؟ من از چیزی خبر ندارم. شما میدونید که ایاز در کجاست؟ اوف، لعنتی مرا اینجا سخت بسته است. چرا این خیل کردید پدر؟ مگر نمیدونید که اونها چگونه آدمند؟ خودی رو نمیدونید. مبادا به ایاز ضرر نرسونند، او رو نکشند. گفتم دخترم اگر در نظرم میبود نمیگذاشتم، ولی او با تلفن زنگ زد. 100 بار نرفت گفتم گوش نکرد. نباشد ما یگان کار کنیم رویم. شما نمیدونید که او در کجاست. به شما نگفت؟ نه نمیدونم، نگفت. دیر میکنم.
اگر به دستم افتی تو را با دستان خودم میکشم لعنتی. خوب فهمو. شبی خوش. با کتیبه هم زنگ نزده است. شما به جنابی ولی زنگ زده؟ زنگ زدم. او هم هیچ چیز نمیدانسته است. باید کاری کنیم. اون بینوا اینقدر برای شما عزیز بوده است. تاریخ هم نه آمد ولی کسی او رو نمیپرسد. البته چون که او فرزند شما نیست. بهوده گپ نزن ایپک. تو هم نباشد بهوده اینقدر غمی او رو نخور. اوه خدمتکاری نو تویی؟ احوالت رو بین. با احوال من چه شده است؟ پدرم کجاست؟ در درون. اوه پدرم نیز آمده است. تا این وقت در کجا بودی؟ با او داد نزن اینقدر عصبی نشم. از حالش معلوم است یک دنیا شراب نوشیده است. من چند بار به تو گفتم که این کارها رو نکن. را به همون درو زود. اوه با همون در آمدن نمیخوام. با دلم زدید. الو چی میگویی هلدون؟ خبرها بدن جناب. قادری پرانه دختری عضو پنجمی کمیسیون رجب را دزدیده است. تو چه ها میگویی خلدون؟ نماینده تندری ما فهمیده است که دخترچه را در کجا پنهان کرده. او از پی کار است ولی از خودش درکه نیست. خلدون این را حاضر خبر میدهی؟ شما احمق هستید ها؟ ظفر زود نزد من بیا صحبت میکنیم. زودتر. من به تو یک نصیحت دارم. شربت افلیسون نوشی در درون درخت افلیسون میبراید. یک چیز رو دون سواش. شخص باید همه طرفه باشد. شب رو کم کن. این برای تو. این چیست؟ جندن انشاءات، جانیان، واخوری ها، تندرها، واردات، صادرات همش در اینجا هست. خیر این چی می شود؟ این سقورته من. با خود بگیر لازم می شود. اما خوب نگاه دار. باوری دارم که از من دیده خوبتر نگاه میکنی. هیچ شبه نکن سواش. ها با پدرم هم اصلا نگوی وگرنه به سرم بلا می آید. سوال باران میکند که از من بخبر چی کار میکنی. خوب نمیگویم. عیناً چون همیشه. تو یک تایی دوستم ولی از تو باز یک خواهش دارم. باز کجا را می سوزانیم؟ نه آن در کودکی بود. اکنون جان و جگر یک نفر را می سوزانیم. یک کس را عذاب می دهم. کارگری شرکت را. دیر باز او را چشمی دیدن ندارم. انا همین جوان ایاز شنگول باید کار کرده او را از شرکت دور سازیم. جوانی خیلی زیبا بوده است. چی خیلی زیبا؟ سفسته نگو. یک حادثه هست میانی جان و جانان. بوی عشق و محبت می آید سراش. همین خیلی می نماید. بین در اینجا معلومات شخصی است. گزارش ها و غیره. غم نخور حل میکنیم. مادامی که هدف یکممون عشق است. مینه های سری راه را تازه کردم بر دوش ماست. راستش را گویم تو انسانی بهترینی. در کجایی آید؟ در کجایی؟ من دیوانه میشوم. التماس بیا. جانان را فراموش کن آید. فراموش کن. دل و عقلت را او به خودش بسته است. تو کیستی جانان کیست؟ توبه توبه. اصلا سوا شق است.
هر کس باید جای خود را داند. خدایا با ایاز مدد کن. من او را از ایام کودکی دوست می‌دارم. التجا میکنم او را از بند رها کن. من گفتم، با تو گفتم، این یگیت لعنتی مکار است، خائن است. ولی ای بی خودم، من گناهگارم. با دستان خودم او را به اغور چکلک دادم. انا بین نتیجه کاری دو نامرد. جناب باوری دارید که آن دخترچه را یگیت دزدیده است؟ بشبه. حالا او کجاست؟ نیست، گم شده است. دختر هم نیست. خیر، او باید همه چیز را به ما گوید. همینطور نه؟ بین همه چیز مثل روز رفشن است. حق استید. این دفعه او را بینم با دستان خودم جانش را میگیرم، او را میکشم. این خیل نمی شود. ما همه چیز را باید زیر نظارت گیریم. سفر بین آدمی خودمان به ما زید برآمد. اسرع بین کی آمد؟ حاضر. درست جناب. آه لعنتی، تو باز نشده آمدی؟ درا باز با این مشغولی. چی شد نابکار؟ دفعه دیگر جان و جانان. بسیار درست. مادر، جان و جانان. سرم سخت درد میکند مادر جان. ولی حجت ها کجا شدن؟ آمدم جناب، آمدم. بیا دیر میکنیم پیشی همه شرمنده میشویم. از ایاز خبری هست؟ افسوس که نیست جناب. این بچه کجا شده باشد؟ همه جا را جستجو کردیم، رفیقان حالا میکوبند. ماشین آماده است؟ البته جناب، آماده است. احتمالیتی با تندر اومدنی ایاز هست پدر؟ البته دخترم، خدا خواهد کارش را بود کند از آنجا راست به تندر برود. ممکن است که من هم روم. البته دخترم، تو هم عضو مأموریتی این شرکت به حساب میروی، اما کمی خسته می نمایی و باز به تندر ایاز اومده نتواند. من هم رفتن میخواهم پدر. در اینجا ایستاده نمیتوانم. خود را به هر احتمال باید آماده سازم. خوب دخترم، چه خیلی که خواهی. سلام علیکم. اوه، همشهری گرامی هم آمده است. خوش آمدی، بفرما. استغفرالله. خوش آمدی. مرحمت، گذشتین؟ اجازت باشد نشینم. باید یک امانت رو به شما سپارم و زود روم. بچهش پسرم. اینجی است؟ در درون این یک حجت مهم و مخفی است. به خاطر من این رو نگاه داشته میتوانید. برای چی نه پسرم؟ دوست باید دستگیری دوست باشد. البته نگاه میدارم. انا همینطور. خدا نگهبانتون. اکنون به من اجازت. وقتی که پیدا شد باز می آیم. تشکر. چرا سراسیمه ای پسرم؟ ایستا کمی آب نوش. تشنه نیستم. من هم میدانم که تشنه نیستی پسرم، چون که در چشمانت علنگه آتش را میبینم. آتش باطینت در چشمانت ظاهر شده است. بله همین خیل، ولی مانع شده نمیتوانم. گوش کن پسرم، آتش غضب اول کسی بیگناه را میسوزاند. بیا این آتش را خاموش کنی. نه آن آتشی که مرا به حیات میپیوندد نمیخواهم که خاموش شود. آتش درونت تنها آتش غضب نیست پسرم، پای دیگر آتش است. اول غضب را زیر نظارت گیریم که دیگر آتش ها رنگ خود را نشان دهند. آتشی که تو را به حیات میپیوندد در آن است. چه خیلی من آتش دیگری را نمیبینم. نگذار که غضبت چشمانت را کور کنند. اینجا یگان معمایی نیست. من درست میگویم. تو هم باید ببینی. یگان وقتی دیگر با صحبت میکنیم. خدا حافظ.
محبت چه احساس خوبی است. چرا بروقتر به یادم نرسیدن؟ جانان تو رو بیهوده به عقلی نمیگفته است ایاز. انشالله به تندر دیر نمیکنم. مگر من و تو شرطنامه نبستیم چکلیک؟ چه شرطنامه؟ شرطنامه آچه. باز چقدر شرطنامه میشد؟ من و تو با هم صلح نبستیم مگر؟ با هم دیگر دشمنی نمیکنیم، حیله و نیرنگ نمیکنیم گفته بودیم. این مسئله خیر؟ چی خیر؟ تو مرا پیش بازدی. سفسته نگو قلیج، مگر عقلت را خوردی؟ به پیشانه هم نگاه کن. در اینجا چی نوشته شده است؟ به عقل نوشته شده است. نه، مرا گوش کن چوکلیک. از آنی که تو گمان میکنی من با عقل ترم، از همه چیز با خبرم. چی بود از اون همه چیز؟ حیوان دختری رجب دورمز را دزدیده ای. باز گویا که این کم باشد برای غلبه قادر در تندر تدبیر اندیشیده ای. این چی حیله و نیرنگ؟ تو دروغ میگوی قلیج، حیله‌گری میکنی ها؟ حالا آرامک از اینجا برا، وگرنه من میدانم چه تو را برارم. مرا گوش کن چوکلیک. وقتی که من با این کارها مشغول بودم دهانی تو بوی شیر میکرد. هیچگاه فراموش نکن، بازی های من و تو تمام نمیشوند. تو حالا همه را تهدید میکنی؟ نه، آگاه میکنم. غیر از این آنچه که تو زیر چشم کرده ای، بارانی باشد که تو 10 سال پیش کشته بودی. باران را تو کشته ای، فراموش نکن. ولی باران آیدی تو به من میراث بزرگی گذاشته است که برای نیست کردنی 7 پشتی تو بسنده است چوکلیک. اما تو با اینها عقل خودت را خسته نکن، چون که عقل تو به این خیل چیزها نمیرسد. چوکلیک، در تاریخ همه چیز قید می شود به طور رنگه، مثل فیلم ها. فهمیدی؟ قلیچی لعنتی، بیشرف، حیوان. تو در همینجا انتظار شو.
این لعنتی گریخته است. تشکر. به توقف نشو. تندر هنوز تمام نشده است. ما از شما تنها عدالت میخواهیم جنابان. در بابت انتخاب محتوای برنامه شما بسیار مهم است. از پیشنهادات شما کدامش برای کشور بیشتر منفعت داشته باشد انتخاب می شود. اگر مهمیت استراتژی دولت را درست درک کرده باشید، پس باید واضح نشان دهید که از کدام جهت پیشنهاد شما به کشور سودمند است. جناب رجب، یگان مشکلی نیست؟ کمی رو افتاده می نماید. نه، اینجا تنها کمی گرم بوده است. فشارتان معتدل است؟ خدا را شکر فشارم معتدل است. تنها کمی گرم شدم. در حقیقت با اون آدم سودا کردید پدر؟ با کی؟ نامش رو حتی به زبان گرفتن نمیخواهم. برای مرا اویله دار کردم. کلیچ رو میگویی؟ در یک وضعیت ناگوار به من فشار آورد و من چیزی گفته نتوانستم. چرا؟ برای شرکت؟ شرکت از من هم مهمتر است پدر. پول از من هم بالاتر است. تو حال نمیفهمم. جانان، او را به اینجا کی دعوت کرد؟ او مدیری کل شد. از آمدنش حیران میشوی پدر؟ طاقت کرده نتوانستم. چه جریان دارد؟ اعضای کمیته تندر هنوز در مجلسند. کمی آهسته تر رانی نمی شود؟ نه، از بانکی رها شده باشد. رفته اون دختر رو نیست رها میکنه. باید زود برسیم تا همه کار رو برباد ندهند. با تو هم علاهیده صحبت میکنیم خانم گل. صحبت میکنیم. در کدام موضوعی که خواهی صحبت میکنیم. اینجا چی گپ است؟
حالا هم بارهایتان را نفروختید؟ تو باز آمدی؟ من خواستم یک روی مالهای شما را تماشا کنم. میدونی من هر روز رو مالهای زیاده میفروشم. اوه شما بسیار زنی عجیبی. تو چرا آمدی؟ و فکرم برای یافتنی برادرهایت نه؟ تو عادتا در آخر ماه آمده انتظار میشوی، ولی تا آخر این ماه حالا 1 هفته است. تو باید دیرتر می آمدی، یا اینکه برادرانت را یافتی و مرا آگاه کردن میخواهی؟ نه اپا جان، اگر اکه هایم رو یابم از خستندی در کوچه های انقره دوست زده سیر و گشت میکردم. دلم تنگ شده آمدم. همین امروز از روی تقویم ریمی ها آخرین روزی ماه بوده است. خدا عمریت را دراز کند. ای دخترک، این تقویم های ریمی در سرت از کجا پیدا شد؟ خوب شد که آمدی. من واقعا خیلی غمگین بودم. زود باش گل، زود با بیرون. او دختر رو میبرد. زود باش، شتاب کن. ماشین را به کار درو. صبرا. زودتر شتاب کن. تو چی کار میکنی؟ شتاب کن، زود باش. رفته تو هیچ نترس. پدرت خطایی نکردم و با اونجا میره. بازم زودتر. او دور بشود، نگاه کن. زود با او بیرد. چی کار میکنی گل؟ این چی کاری کرده‌ات بود؟ تو رو نجات میدهم. تو رو از خودت نجات میدیم. میفهمی؟ نمیفهمم. هیچ چیز رو فهماندن نمیتوانی. این کار حیاتی من رو حل میکند و حیاتی من آنجا میرود. حیاتی تو تنها از انتقام میبارد است. تو دیگر هیچ چیز رو نمیدونی. گرد و اطرافت رو تماما نمیبینی. من به این راه نمیدیم. فهمیدی؟ بعد یکم باز یک شخصی دوست داشتم رو از دست دادن برای وزین است. یعنی رفیق دوست دارم رو از دست دادن نمیخواهم. رمیز، و این رفیقان از نام من آب خنک بیار. کمی پس اینجا را آتش فرا میگیرد. زود باش. خوب جناب. امیدوارم فهمیدید که تمامی کارها را با عهده ایاز واگذاشته به خطای بزرگی راه دادید. آغوزت را نبرار. چی گپ است؟ آغوزت را نبرار. مغز سرت را پشت میدهم. راه گر. التجا میکنم، مرا سردید. قرضم را پرداخت میکنم. هر روز هر خیلی وعده ها میدهی. باز وارثی جندل این شعاد بوده است.
حالا که زنده ای زود راه کن. بدنم شما رو میکشد، مرا سردید. دمت را گیر و سخن قمار باز که هم باور میکنم. زود باشید رجب، همه شما را انتظارند. پدر دخترم، پدر جون، اینجا مثل حمام گرم شد. شما دهک بیاریم؟ سخت ترسیدم، سخت. همین خیل گذار بشین. قشلاقی ها خانمان و جنابان، کمیسیمان در نتیجه تحقیقات عمیق امیدوارم به قرار عادلانه آمد. شما را زیاد منتظر نکردن نتیجه را اعلام میکنم. کمیسیمان برنامه افترا انشاءات را با باوری کامل و جندن انشاءات میسپارد. آفرین. افترام شود. موفق شده. این کار به منفعت ما حل شد، به منفعت ما. جنابان با من رحم کنید. یک چند ساعت مهلت دهید. اما قرضم را پرداخت میکنم. قسم میخورم، به نام مادرم قسم میخورم. باور کنید قرضم را پرداخت میکنم. با این امضا گذار. این خالی است؟ میخواهی در حجت خالی امضا گذارم؟ حجت خالی است ولی این پر است. برانم. یا امضا میکنی یا خودکشی. انتخاب کن.
کار کردی نمیفهمم ایاز. چرا میگریزی؟ حیرانم. گفتم قسم خوردم من از این کارها تماما خبر نداشتم. همش از من پنهانی بود. وقتی فهمیدم چنون به غضب اومدم. وقتی تو اومدی حیران شدم. ناچار بودم. حتی قوت گپ زدن نداشتم. برای همین مرا گناهگار میکنی؟ برای همین از من میگریزی ایاز ها؟ بله میگریزم جانم. این رو بدان. میگریزم. اما از تو نه. از حقیقت ها میگریزم. بله آن شب تو را دیدم. ولی خودم رو هم دیدم. دیدم که خاطر پریشانم. بیچاره‌ام. تماما بی قوتم. از آنجا، از همه چیزی آنجا و حتی از تو هم دیدم که چقدر دور هستم. چرا ایاز؟ چرا خودت رو از من دور حس میکنی ایاز؟ چرا از من میگریزی؟ من در زندگی بی قوتم. در قیاس حقیقت های حیات بی قوتم. تا حال در عالم آرزوها میزیستم. من ایازی هستم که از کدام یک کوچه کرس پیدا شده آمدم. بعد از مرگ پدرش و در بیمارخانه ترک کردن مادرش مجبور شد که خواهری خردککش را با دستان خودش بگوراند و آنی که تا حال نفس میگیرد آن منم. آنی که ناعهده برو ترسانچک است. حتی به خواهرک خردککش بیاز صاحبی کردن نتوانست منم. ایاز گونیو، آنی که نسبش را عوض کرد و تا لحظه مرگش کی بودنش را پنهان میکند منم. چه خیل به دختری صاحبی جندن انشاءات، به صاحب جمال، به سربلند، به زیباترین دختری دنیا خواستگارم میگفتم. بگو با کدام حق؟ و باز یک تین هم ندارم، کلبه‌ای ندارم، زیستگاهی ندارم و باز آنی که در خانه اجاره نشین است منم. و چطور میتونستم گویم که به دخترتون خواستگارم؟ بگو با کدام حق؟ خواب کن ایاز، خواب کن. التماس این خیلی گپ نزن. این حیات مرا نمیگذارد که دیگر خیلی صحبت کنم. تو این رو نمیفهمی. این دنیا، این ساختاری پلید نمیگذارد که من بر این شخصان آزادانه سخن گویم. سخنانی ما قدر ندارن، نفهمی؟ گپ‌های ما قدر ندارن. ما تنها با کلمه هایی که به این دنیا موافق است سخن گفته میتوانیم. با یاد دار در آن باغ وقتی به زانو زدم باری اول با کلمه های خودم تو را دوست میدارم گفتم، حقیقتی حیات برویم ترسکی زد. بعدی مادری رحمتیم زنی که از همه زیاد دوست میدارم. عشقم، حیاتم، دلم را از من زندگی جدا کرد. ولی تو سخت رنجیدی. ولی من تمام شدم جانم. آب شدم به مانند یخ. فهمیدم که من هیچم. خواب کن ایاز، خواب کن. این خیلی گپ نزن. به من خواب کن نگو جانم. در یک شب به من فهماندند که من انسان نیستم. من ناچار بودم. بر ضد آنها سخنی نداشتم که بگویم. من در پیش حیاتی عادی دارم. با تو جز عشق دیگر چیزی وعده کرده نمیتونم. ولی سخنهای آنها قوی بزرگی دارند. حتی سنگ را میده میده میکنند. در یک شب در دل چه آرزویی که داشتم همش را نیست کردم. با من فهماندند که انسان بودن، از انسان بودن شرم کردن چقدر عذابی سختی دارد. از جایت خیز، از جایت خیز. با چشمانم نگاه کن. نمی شود جانم، نمی شود. نمی توانم. در این خیل دنیا من بر این یک هیچ، با تو بر این دختر اویلدار شده نمی توانم. تو از من خیلی بالایی جانم. تو از من خیلی بلندی. ولی من خاکم. You
بگید این چه بود پسرم؟ من پسری هیچ کس نیستم. غیر پدرم پسری هیچ کس نیستم. حالا زمان تو چیکار کردی؟ چیکار از عهده‌اش برآمدی؟ نامش ایاز، نسبش شنگول، نامی مادرش شیرین، نامی پدرش حمزه. شیرین، حمزه، ایاز.